جامون رو پیدا میکنیم، فضای مناسبمون، متوجه تماس پاهامون با زمین میشیم، تماس نشیمنگاهمون با کوسن مدیتیشن یا با صندلی، پشتمون کشیده و راست اما راحت هست، شونه هامون آزاد، رها، دستامون میتونه روی پاهامون باشه، عضلات صورت و فکمون رو رها میکنیم و به طور کل با وقار و استوار و راحت میشینیم. و هدفمون این هست که تو این تمرین مدیتیشن توجه کنجکاوانمون رو به تنفسمون بیاریم. اگه دوست داریم میتونیم چشمامون رو ببندیم یا نگاهمون رو به صورت یه نیم نگاه به روبرومون داشته باشیم. لنگرگاهمون رو پیدا میکنیم، یه نقطه امن در دسترس در بدنمون، مثل تماس پاهامون با زمین یا نشیمنگاهمون با آنچه در تماس باهاشه، یا حس فیزیکی دستامون یا تنفسمون، طوری که هر وقت نیاز داشتیم به این لنگرگاهمون برگردیم، به این جای امن و در دسترس. و به خصوص هنگامی که متوجه پرش ذهنمون میشیم از این لنگرگاهمون استفاده میکنیم که به اینجا و به حال برگردیم. بیاد میاریم که پرش ذهن یه امر طبیعی هست و کار ذهن هست. در نتیجه هر وقت که متوجه این پرش ذهن شدیم و اینکه حواسمون رفته، بدون اینکه ناراحت بشیم میبینیم به آرومی و مهربونی که ذهنمون کجا رفته و توجهمون رو به آرومی و نرمی برمیگردونیم به اینجا، به این لحظه، با استفاده از لنگرگاهمون، مثل حس نفسمون. اگه مناسب هست توجهمون رو میاریم به حس فیزیکی نفس کشیدنمون، جایی که از همه واضح‌تر حس میشه. میتونه سوراخ‌های بینیمون باشه، جایی که ورود و خروج هوا رو حس میکنیم، یا ته حلق، یا حرکت جدار قفسه سینه با هر نفس، یا دیواره شکم. هر جایی که این حس فیزیکی رو راحت‌تر حس میکنیم توجهمون رو میبریم به اونجا. با کنجکاوی نفس هامون رو مشاهده میکنیم. نیازی به تغییر نفسمون نیست. مشاهده میکنیم عمق هر نفس رو،
نفسمون سطحیه یا عمیقه. سرعت نفس کشیدنمون رو آهسته است یا تنده. و شاید متوجه شیم که هر نفس با نفس قبلی یا نفس بعدی مقداری فرق میکنه. بدون قضاوت فقط مشاهده میکنیم این رو. متوجه هر دم و هر بازدم میشیم. هر دم رو از ابتدا تا انتها و هر بازدم رو از ابتدا تا انتها مشاهده میکنیم. با کنجکاوی شاید متوجه لحظه توقف بین هر دم و بازدم بعدی یا هر بازدم و دم بعدی بشیم. یا متوجه شیم که چطور هر دم تبدیل به بازدم بعدی میشه و هر بازدم تبدیل به دم. الان ذهنمون کجاست؟ اگر توجهمون با نفسمون نیست، به آرومی نگاه میکنیم که ذهنمون کجا رفته و با نرمی و مهربونی برش میگردونیم به این لحظه، به اینجا، به این نفس و این نفس. اگر دوست داشته باشیم و شاید راحت تر باشیم، میتونیم یک نوت ذهنی برداریم با نفس کشیدنمون. مثلا هر بار در هنگام دم تو ذهنمون بگیم دم و هنگام بازدم تو ذهنمون بگیم بازدم.
و طولی نمیکشه که میبینیم توجهمون از دم و بازدممون به جای دیگه میره. هر وقت که متوجه این پرش ذهنمون شدیم تو میتونیم به خودمون تبریک بگیم، چون این لحظه آگاهیه، لحظه بیداریه و تو اون لحظه میبینیم ذهنمون کجا رفته و برش میگردونیم به اینجا و به یاد میاریم که متوجه شدن این پرش ذهن بخشی از تمرین مایندفولنس هست و این باعث میشه که هر وقت که مدیتیشن میکنیم هیچ وقت اشتباه نباشه مدیتیشنمون، چون این پرش ذهنمون و متوجه شدنش هم بخشی از تمرین پرورش آگاهیمونه. پرورش میدیم آگاهیمون رو با بردن توجهمون به نفسمون و همینجور متوجه شدن پرش ذهنمون. هر بار که متوجه پرش ذهنمون میشیم عملاً آگاهیمون رو پرورش میدیم با مهربونی و کنجکاوی. این سیکل توجه به نفس و پرش ذهن و متوجه شدن پرش ذهن و برگردوندن توجهمون به نفسمون رو هر چند باری که لازم هست تکرار میکنیم. تمرین همینه. هر دم یه شروع دوباره و هر بازدم یه رها شدنه. با هر دم بدنمون رو با اکسیژن تغذیه میکنیم. با هر بازدم بدنمون رو پاکیزه. با هر دم و بازدم مهربونی رو به بدنمون میاریم. الان ذهنمون کجاست؟ این نفس و این نفس.
و تا لحظه دیگه تمرین مراقبه نفس کشیدنمون رو تموم میکنیم و به یاد میاریم که ذهن کارش این هست که جاهای مختلف بره، به اصطلاح پرسه بزنه. پرش ذهن یه امر طبیعیه و کار ما این هست که متوجه پرش ذهن بشیم و با این توجه مایندفولنس رو پرورش میدیم، آگاهیمون رو پرورش میدیم. یادمون باشه که با خودمون مهربون باشیم و هر بار که متوجه پرش ذهن شدیم به خودمون تبریک بگیم برای این لحظه آگاهی و بیداری. حالا اگه مناسبه توجهمون رو میاریم به فضایی که توش هستیم، توجه دمای محیط میشیم، صدای محیط. یه چشممون بسته است، شاید متوجه نوری بشیم که به پلکامون میتابه و با آهستگی انگشتان دستامون رو تکون میدیم، دستامون رو حرکت میدیم و چشمامون رو به آرومی باز میکنیم و با محیطمون ارتباط میگیریم، با رنگ ها، اشیا و هر حرکتی رو که بدنمون لازم داره انجام میدیم. که دوست داریم خمیازه بکشیم یا کشش بدیم.